که اگر پدرش ناراضی باشد مثلا گفتن در آن وقت چیکار کنه؟ البته این راه دعوت وقتی که شما اصلاح کی شدید، غیر از این که خودتون صالح شدید با مصلح کی شدید، دیگرهای هم حرکت کرده اصلاح میکرده که میشید بر بالاتون مصیبت ها میبید به قدری دعوتتون. اگر دعوتتون در داخل عائله باشد، بله پدر، مادر، گاه برادر، خواهر، نزدیکان گپی شما نمیگیرد، وظیفه شما رساندن. و ما علیک الا البلاغ، وظیفه تو فقط رسانیدن. قبول میکنن نمیکنن اونش امری در دست الله تعالی است. پیامبر صلی الله علیه و آله با بهترین اسلوب، با بهترین نیت، با بهترین کلمه ها، فصیح و بلیغ و علم دعوت کردند، عمکشون قبول نکرد. یعنی عمکی خود را نتوانستن برای راست دعوت کنن. الله تعالی که انک لا تهدی من احببت، هر کسی که تو دوست میداری و هدایت کرده نمیتونی، بلکه الله کسی را خواه هدایت میکنه. هدایت در دست الله تعالی است، به نتیجه نگاه نمیکنید. دعوت کرده میگیرید، پدر و مادرتون اگر قبول نکردن، پدر و مادر به نیکی، هر کسم به نیکی دعوت کرده میگیرید، قبول کرد خوشا به حالش، به شما اجر و ثواب است. قبول نکرد شما وظیفه خدا اجرا کردید، در این حالت هم شما اجر میگیرید. بله.